هیچ گاه شریعت تازه، چیزی که در قرآن هست، فرمانی که در قرآن هست و حدیثی صحیحی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن با عقل سالم ضدیت نمی کند. عقل سالم با شریعت ضدیت ندارد، برای آن که عقل سالم هم همیشه برای کارهای فایده‌ناک امر می کند و از ضرر دور شدن را می خواهد. شریعت همین خیل است. هر امری که شریعت فرمان داده است برای فایده انسان است. هر امری که شریعت نکن گفته است برای انسان ضرر دارد و عقل سالم اینه قبول دارد. چون که یک آدمی که عقلش سالم است ببینید اگر مثلا به ورزش مشغول می شود، از کشیدن سیگار و از استفاده موادهای اسپریتی و نوشاکی‌های اسپریتی و مواد مخدر خودداری میکند. چون که این چیزا برای او ضرر دارد. او همین قدر عقلش گرفته است، همین کارهایی که عقلش گرفته است فایده‌ناک را اجرا کرده ایستاده است، از ضررناک، از عملهای ضررآور دور شده ایستاده است. همین خیر.